السلام علیکم حاجی حضرت، اگر پول داشته باشی ادای حج ضرور است یا همان پول رو به کمبغل ها تقسیم کنی؟ نه، این وقتی انسان صاحب دولت می شود به ذمه او فرض می شود که رفته حج کند. اگر وی پول حج در کمبغل ها تقسیم کرد وی در نزد خدا برای نرفتن حج گناهکار می شود. وی باید که حج رود. بسیار از آدمای دولتداری که خدا را شکر امروز صاحب پول حج شدند باید که حج رفته، این هم یکی از رکن اسلام به شمار می رود، رفته حج کنند. بعد آمدن از حج مرحمت دفعه دوم نروند، دفعه سوم نروند. اگر همو پولی که در دستشان هست اگر کم بغل ها و فقیرها و مسکین ده تقسیم کنند، انا این حالت ده ثواب میگیرند. لیکن یک بار در عمرش به ذمه هر یک شخصی به دولت حج کردن فرض است.